یک گلخانه است، گلخانه روزای کار بند میکنی، کسی خاره میندازی، خودشان جای جور میکنن. اما یه چوچه تخم گذاری میکنن. این دیگه از این مرغا دیگه آماده میشه. چی آورده بودی به فروختن؟ این مرغش آدم چی را آورده بود؟ به نام یاد خدا سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه عزیزان گرامی. امید که جور و صحتمند و سرحال باشید و روزهای زمستانی را به خوبی و خوشی در کنار فامیل و دوستان سپری کنید. دوستان، من محسن ماریایی در یک گزارش دیگر از جمعه بازار کابل. البته جمعه بازار یکی از بازارهای پر جمع جوش کابل است که همه روزه وطندارای شرقی ما، وطندارای پرنده باز ما اینجا میآیند با داد گرفت و همچنان تبدیل پرنده ها میپردازند. و همچنان گزارش امروز ما مختص به کوچه کافروشی است. کوچه کافروشی یکی از کوچه های قدیمی شهر کابل است و همون تا آهسته آهسته میریم. خب دوستان، حالا هم ما در پیش روی کوچه کافروشی موقعیت داریم. این کوچه کافروشی و کوچه پرنده فروشی از اینجا آغاز میشه و اینجا هم یک تعداد وطندارای ما همراه با همو پرنده هایشان انواع و اقسام مختلف پرنده ها اینجا هستن و میخواین که یا پرنده را بفروشن یا بخرن و یا تبدیل کنن. و کوچه کافروشی البته در گذشته ها که بود، در زمانی که در البته 200 یا 100 سال قبل جای نگهداری حیوانات و پرنده های دولتی که در زمان تیمورشاه وقتی که پایتخت افغانستان از قندهار به کابل منتقل شد، وقتی که به کابل منتقل شد، در شهر کابل خصوصا در این ساحه کابل قدیم یک سلسله تغییرات جدید آمد. خصوصا نامگذاری مناطق بود که در اون زمان کوچه کافروشی و پرنده فروشی به این نام مسما شد، چون انواع و اقسام مختلف پرنده ها اینجا فروخته و خریده و همچنان و در یک قسمتی کوچکی است انواع و اقسام غذاهای سنتی و همچنان پرنده ها، مرغ ها به فروش میرسند. و حالا هم ما آهسته آهسته میریم و وطندارای ما رو میبینیم که مصروف چیکار هستن. شما خوب هستین؟ الله خدمت چی میکنین؟ چی کردی؟ مرغ به فروشی آوردی تو؟ بخیر اینجا آوردیم. خب باز نفروختیش؟ نواردیمش میگردانم به کسی. چقدر قیمت کردی ایره؟ میره 500. این خوراز جنگی است یا گوشتی؟ به خاطر گوشتی است. یکم جنگ هم باز نمیکنه؟ نه هنوز خورده جنگ نمیکنه. در افغانستان خب زیاد شوق مردم دست کردن خوراز ما این چیزایی که با جنگ هستن خوب جنگ کنن، بازو خوب خریداری کنن. به خاطر جنگ هم هر چیز به جنگ. از کجا آوردی ایره؟ ایره از طرف چلستون. از طرف چلستون. ایره چقدر قیمت کردی؟ 500. 500 افغانی قیمتش کردی. حالا میگردی که یک نفر پیدا شه و ایره بخره. بخره. سلامت باشین. امید کنم خوب فرسته بتونید. خب دوستا دیگه خب دوستا، حالا هم ما آمدیم پیش لالای ما که مصروف فروش دوغ
یخنی و همچنان بولونی است. شما خوب هستین لالا؟ چه حال احوال دارید؟ جور است، خیرت است، جور است. شکر است، زنده باشی قربان. شکر است، میگذرم. نه دیگه دوغ و یخنی را هم تو آماده کردی و هم تو بیخی آماده خوردن. رنگ آمد، گوشت و مرغ آمد. یخنی هم تو گرم نه چی را آماده میکنی؟ این دیگه از این مرغا دیگه آماده میشه دیگه. مرغ آماده میشه و دیگه چی چیزا میندازی؟ دیگه پیاز است، زردک است، سیر است، گشنیج است. دیگه موادهای مختلف است. از اینکه هوا سرد شده و زکام و ریزش و مریضی هم زیاد شده دیگه حالا خوردن یخنی در این وقت واقعا یک کیفیت یک لذت خاص داره. وقتش از دیگه وقت خوردن یخنی و همچنان میره. گیلاس چند میتی؟ گیلاس 10 روپا. گیلاس 10 روپا. و دوغ گیلاس چند میتی؟ دوغ هم 10 روپا. دوغ هم گیلاس 10 روپا میتی. بولونی هم 10 روپا. بولونی را باز چه قسم آماده میکنی؟ این دیگه بولونی را دیگه کس میخریم دانه 8 روپا 10 روپا میفروشیم. بولونی را همون تو آماده میخری و یخنی را هم همیشه دیگه جور میکنی یا در خانه جور میکنی؟ همیشه جورش میکنی یا در خانه جور؟ دوغ هم کجا میارین؟ خب تشکر از کار بارتون، برکت سلامت باشید. حالا هم در داخل کوچه پرنده فروشی ما موقعیت داریم. وقتی که داخل کوچه میشیم صدا و آواز و خواندن پرنده ها در گوش آدم تن افغان میباشه و همچنان اینجا که لالای ما که به شما ایستاده است یکی از نفرایی است که پرنده های خود فروخته و با قفس خالی همینجا طرف خانهشان روانه است. اما قسمت لالا جان چی کردین؟ پرنده ها را فروختین؟ پرنده ها را فروختیم. بله لالا. چی آورده بودی به فروختن؟ این مرغش آدمچیرا آورده بود. مرغش آدمچیرا آورده بودی. یا از کجا آورده بودیشون؟ اینا را از طرف سمت پل چرخی. از سمت پل چرخی خودت را چی کردی؟ شگیری میکنن در شگیری کرده بودی. با چی قسم فروختیشون؟ در قیمت خوب مناسب فروختی یا اینکه همون توا سر بود گفتی خلاص شد؟ نه با این آدمچیرا که از فهمید شگیری کرده بودن دمو بای خود چیزی که همینجا قیمت داره، چیزی که ارزش داره دم بای فروخت میشه. چند تا آورده بودی؟ به یک تقریبا 3-4 تا آورده بودیم. 3-4 تا دیگه وقتی که فروختیشون حال طرف خانه روانه هستن. آدمچیرا باز چطور بود؟ آدمچیرا تمام خوب آهنگ و آواز میخوندن. بله خوب صدا دارندی. یعنی چیزی که چندی با فروختیشون؟ دانه 100 روپیه. خب قیمت‌ها شاید متفاوت باشه، یک خوب باشه یک خراب باشه. وقتی که آدم داخل کوچه پرنده فروشی میشه با انواع و اقسام پرنده ها مواجه میشه. شاید یک پرنده باشه قیمتش 100 افغانی باشه و این تو پرنده هایی هم هست که تا 100,000 افغانی هم قیمت داشته باشه در این کوچه و شاید کفتر و مرغ و توتی و کپ و دیگه چیزا همه انواع و اقسام پرنده ها شاید اینجا وجود داشته باشه. و شما هم چه آورده بودین؟ آدمچیرا آورده بودین. یه وقتی که فروختین حالا هم طرف خانه میدین. سلامت و بخیر باشین، موفق باشید، وقت خوش داشته باشید. خب دوستان دیگه شما میبینید که اینجا انواع و اقسام مختلف پرنده هاست. اینجا همین پرنده کوی دیگر هم میبینید. دوستان این هم کوچه پرنده فروشی، این کوچه که شما در تصویر میبینین این هم کوچه پرنده فروشی و این هم قبل از اینکه در کوچه پرنده فروشی داخل شیم اینجا انواع و اقسام پرنده ها است و اینجا یک گپ دیگه که است به خاطر اینکه عرض کوچه بسیار خورده است اکثریت وطندارای ما جای و مکان مشخص برای فروش پرنده ها ندارند. وقتی که در جمعه بازار میان و هر کدامش یک جای یک مناسب به خود انتخاب میکنه و مصروف همون کار و بار خود میشه و این که ببینید شما اینجا انواع و اقسام مختلف پرنده ها کپ گرفته توتی و کپ و توتی و دیگه انواع و اقسام مختلف گنجشک های اینجا وجود داره. خب حالا هم
رسیدیم پیش یک کوکوی ما که مصروف فروش پرنده به نام نرگس است. خوب هستین کوکو جان شما؟ صحتمند جانتان جور است بخیر هستین؟ این پرنده ها چی نام دارن؟ یا نرگس نام داره. نرگس. ایره خودتان چوچه گیری کردین یا یکی از کدام جا آورده شون؟ نه یاره چوچه گیری خودم کردم. خودتان چوچه گیری کردین؟ ایره باز چه قسم پرورش میتین؟ این گلخانه است. گلخانه توزای کار بند میکنیم. کس خاره میندازی خودشان جای جور میکنن. اما چوچه تخم گذاری میکنن. خودشان بخاطر توسط خاص خاشاک برای خود خانه جور میکنن. فقط با شما باز مواد غذاییشون براشون تهیه میکنین. خلاص.